بگوی بدهکار در شهر حصار به مغازه در آمده بعضی چیزهای لازمه را خریدم. فروشنده جوانی معیوبی بود که با عذاب راه میگشت. بقیه پولم را داد و حساب نکرده در کیسه ماندم. وقتی در خانه پولهایم را حساب کردم معلوم شد که آن فروشنده 5 سامانی به من بقیه زیادتی داده است. درست پس برده پولش را دادم. از بین 1 هفته گذشت. یک روز که بارانی سخت میبارید تاکسی نیافتم تا از شهر دوشنبه به حصار به خانه بروم. بعد چند ماشین پیدا شد و به راه برآمدم. در میانه راه کیسه‌ام را کافتم تا ساعت تلفنم را ببینم. تلفنم نبود. همه جای ماشین را کافتم. از نفری که در برم بود خواهش نمودم تا بر رقم‌هایم زنگ زند، اما کسی جواب نداد. امیدم را پر از تلفنم کندم، زیرا حجت‌هایش نبود. بار دیگر از سمپهلویم خواهش کردم زنگ بزند. این دفعه کسی گوشی را برداشت و گفت بیا به نزد بازار، تلفن در دست من است، بگیر. صبح به سراغه گفته‌اش رفتم. یک مرد گوشت فروش تلفنم را به دستم داد، ولی اول خواست که کادش را کشایم. کشادم. گفت تلفنت حلالی بوده است، یعنی از آن خودت. گفتم عمک این را از کجا یافتی؟ مرد گفت این را من نه، پسرم یافته است. معلوم گردید که بیگاه هنگام باران در راه آدمگذری بین بازار تلفنم را افکندم. وقتی آن مرد پسرش را فریاد کرد من در حیرت ماندم، زیرا این همان جوان فروشنده معیوبی بود که من 5 سامانی بقیه‌اش را برگردانده بودم. وقتی من پول بقیه‌اش را برگرداندم خدا شاهد است چیزی در عوضش انتظار نبودم، ولی خداوند طبق وعده‌اش خوبی مرا برگرداند. خوبی کردن و فراموش نسازید. هر کسی خوبی میکند، خداوند حتی از وعده‌اش زیاد نیز میدهد. من این قصه را به خاطر خودم را تعریف کردن و یا کسی را بد کردن نقل نکردم، تنها به خاطری که برای من عبرت شد و شاید برای شما نیز شود. در این دنیا هیچ خوبی و یا بدی بی جزا نمیماند. ما فراموش خاطریم، ولی خداوند هر یک عمل ما را در یاد دارد. خدا نگهدارتان.